کمیسیون آمریکایی آزادی‌های دینی بین المللی آمریکا روز 1 ماه سال 2022 گزارش سالانه درباره وضع آزادی دین در کشورهای دنیا را نشر کرد و 17 کشور از جمله تاجیکستان را بر روی خط سیاه کشورهای مورد نگرانی خاص شامل کرده و حکومت آمریکا توصیه داد تا به ضد نهادها و منصبداران تاجیکی که در پایمال کردن آزادی‌های دینی دست دارند تحریمات جاری کنند. بجز از تاجیکستان امسال بر روی خط سیاه کمیسیون آمریکایی همچنین بیرمخطای کوبا، ایران، کره شمالی، پاکستان، روسیه، عربستان سعودی، ترکمنستان، افغانستان، سوریه و ویتنام شامل کرده شدند. تاجیکستان از سال 2016 اینک 7 سال باز به طور دائم برای سرکوب آزادی‌های دینی در روی خط سیاه آمریکا قرار می‌گیرد. واشنگتن باید بر اساس خلاصه‌های کمیسیون بین المللی آزادی‌های مذهبی نسبت به کشورهایی که در روی خط سیاه می‌افتند تحریمات جاری کند، ولی دپارتمنت دولتی آمریکا اعلان تحریمات نسبت به تاجیکستان را هر سال به دلیل منفعت‌های استراتژیکی آمریکا به تأخیر می‌گذارد. ناظران امور هر سال به تأخیر گذاشتن اعلان تحریمات به ضد منصبداران تاجیک را اساساً به نقش تاجیکستان در مبارزه با تهدید تروریسم بین المللی که از افغانستان همسایه برمی‌آید ربط می‌دهند. مقامات تاجیکستان گزارش اخیر کمیسیون بین المللی آمریکا را درباره وضع آزادی‌های دینی را هنوز شرح ندادند. در بخش تاجیکستانی گزارش کمیسیون آزادی‌های دینی گفته می‌شود که در طول سال 2022 شرایط آزادی‌های دینی در تاجیکستان همچنان وزن باقی مانده. حکومت به طور بیرحمانه اکثریت مسلمانان کشور را سرکوب می‌کرد. ذکر شده است که نفران تا سن 18 حق رفتن به مسجد و اشتراک در دیگر مراسم دینی بجز از مراسم دفن را ندارند و کودکان تنها در خانه از والدان خود می‌توانند معلومات دینی بگیرند. از سال 2014 در تاجیکستان تمام امام خطیبان را دولت تعیین می‌کند که باید لباس برایشان مقرر کرده مقامات را پوشیده، موعظه‌های برایشان نوشته مقامات را قرائت کنند. در گزارش گفته می شود که در طول سال 2022 در تاجیکستان معرکه‌های ضد ریش و حجاب ادامه داشت و از جمله ماه یونیو سال 2022 کارمندان میلیسا یک زنی را که به نشان عزاداری لباس سیاه پوشیده بود بازداشت کرده 7 ساعت در شعبه میلیسا نگاه داشتند و تا از اوش رفتنش را کوب کردند. وقتی نزدیکان این زن به مقامات شکایت کردند به آنها تهدید کردند که تا 15 شبانه روز حبسشان میکنند. یک بخش گزارش کمیسیون آمریکایی امسال به تعقیب پیروان مذهب اسماعیلی بخشیده شده از جمله از خلیفه اسماعیلی مظفر دولتمیروف یادآور شده است که ماه یولی سال 2022 بازداشت و ماه آگوست با جرم افراطگرایی ولی در اصل برای برگزاری مراسم دفن لیدرهای غیر رسمی ولایت مختار کوهستان بدخشان به 5 سال زندان محکوم گردید. در گزارش همچنین از سرکوب خونین اعتراضها در این ولایت مختار، زندانی کردن بیش از 200 نفر از زادگان این منطقه در طول سال 2022 و بستن یک مکتب طریقت اسماعیلی و چندین طرح مربوط به بنیاد آقاخان خبر داده می شود. مؤلفان اصابات همین طور ذکر کردند که در طول سال 2022 تقریبا افراد مربوط به حزب از سال 2015 در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی همچنان ادامه داشته، از جمله از طریق استرداد اعضا و هوادارانش از کشورهای دیگر. همین طور یکی از اساسگزاران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان زبیدالله رازق 80 ساله یادآور شده است که برای به محبوسان دیگر در زندان آموزاندن اساسهای دین اسلام 2 مرتبه به کارچر شنانده شد. کمیسیون آزادی‌های مذهبی به حکومت آمریکا چنین پیشنهاد داده است تاجیکستان را برای نقض دوامدار، منتظم و اضطراب‌آور آزادی‌های دینی دیگر باره همچون کشور مورد نگرانی خاص ثبت کرده قرار خود را از اعلان تحریمات به ضد دوشنبه را بیکار کند. در عوض کمک‌های آمریکا به حکومت تاجیکستان در عرصه امنیت شرط گذارد که قانون دین سال 2009 اصلاح شده وضع آزادی عقیده و آزادی دینی بازبینی شود. منصبداران تاجیک حتما در مسئله آزادی دینی ترینینگ بگیرند و به آنها برتری آزادی دینی برای مبارزه و پیشگیری افراطگرایی فهمانده شود. نسبت به مؤسسه‌های دولتی و منصبداران تاجیکستان که مسئول نقض جدی آزادی دینی میباشند
از طریق بستن حساب‌های بانکی و منع سفرشان به امریکا تحریمات جاری کرده شود و به حکومت تاجیکستان در سطح عالی با این مقصدها فشار آورده شود. معین کردن و بلافاصله آزاد کردن افرادی که در تاجیکستان برای فعالیت‌های آسایشته دینی و منسوبیت دینی محکوم به زندان شدند. خبر دادن برای همه محبوسان اعتقادی که با انگیزه‌های مذهبی زندانی کرده شدند، فراهم آوردن امکانات به ناظران بین المللی برای نظارت شرایط در زندان‌های تاجیکستان فشار آورده شود. همچنین تقاضا شود تا به ناظران بین المللی امکان نظارت شرایط در زندان‌های تاجیکستان